دختر جذاب و مظلومی توسط پدر بیرحمش به مدت 20 سال در زیرزمین خونه خودشون زندانی میشه و در این سالها اتفاقات تلخی براش میفته که مغزت از شنیدنش سوت میکشه. به کانال ریگپ خوش برگشتید. تو این ویدیو میخوام خلاصه یه فیلم جنایی و هیجان انگیزی رو مرور کنم به اسم دختری در زیرزمین که محصول سال 2021. فیلمی که متاسفانه بر اساس داستان واقعیه. این فیلم با قهرمان داستان که اسمش ساراست و پدرش یعنی دان شروع میشه که دارن دختری به اسم ماری رو با عجله به بیمارستان میرسونن، چون ماری اصلا حالش خوب نیست و به سختی نفس میکشه. قبل از اینکه وارد بیمارستان بشن، دان سارا رو تهدید میکنه که صدات در نمیاد اینجا و الا هرچی دیدی از چشم خودت دیدی. به محض ورود امدادگران میان و هر کاری که میتونن برای ماری انجام میدن، ولی در آخر یک خط صاف روی مانیتور سهم ماری میشه. در صحنه بعدی فیلم یک فلاش بک میخوره و 20 سال به عقب برمیگردیم. یه خانواده بظاهر بی‌نقص رو میبینیم که با صفا و صمیمیت دوره میز نشستن و دارن شام میخورن. همه چی نرمال به نظر میومد تا اینکه یک دفعه پدر خانواده یعنی دان شروع به داد و بیداد میکنه و خیلی خشن و زورگویانه به دخترش سارا امر و نهی میکنه که حق نداره به مهمونی مورد نظرش بره. اینجاست که میفهمیم این پدر چقدر زورگو و به درد نخوره. اون شب سارا به دور از چشم خانواده با دوست پسر خودش کریس از خونه بیرون میزنه و مهمونیشو میره، ولی پدر و مادرش متوجه نبودنش میشن و باباه بدجوری قاطی میکنه. سارا و دوست پسرش کریس حسابی رقصیدن و بهشون کلی خوش گذشت. بعد از مهمونی هم کلی با هم لاف درکوندن و همدیگه رو بوسیدن و عشقشون رو به هم ابراز کردن. فردا صبح وقتی سارا به خونه برگشت، دید پدرش دان کل شب رو منتظرش بوده. وقتی همو دیدن یه بگو مگوی اساسی با هم میکنن که آخرش سارا با عصبانیت میگه به محض اینکه سنش قانونی بشه و بتونه از این خونه میذاره میره. سارا با مادرش و خواهرش در مورد برنامه‌هایی که تو سرش داره صحبت میکنه، مثلا اینکه میخواد کلی سفر کنه و کل کشور رو بگرده. پدر بیمخش که پشت در فالگوش وایستاده بود صدای اونا رو میشنوه و بعد میبینیم که سریعاً به زیر زمین خونهشون میره و کتابخونه‌ای چوبی رو هل میده و مشخص میشه که پشت اون کتابخونه یک در مخفی وجود داره. 3 ماه بعد سارا فارغ التحصیل میشه و به سن قانونی میرسه. توی صحبتایی که سارا با مادرش میکنه متوجه میشیم که پدرش بیشتر زمانش رو این روزا داخل زیرزمین خونه سپری میکنه. فقط خدا میدونه که اونجا مشغول چه کاریه. یه روز وقتی مادر سارا برای انجام کاراش از خونه بیرون زده بود، دان میاد و سارا رو از زیرزمین صدا میکنه که بیاد و در انجام کاری بهش کمک کنه. از دختر بیچاره میخواد سر یه جعبه رو بگیره تا جابجاش کنن و با این کلک سارا رو به اتاق مخفی پشت کتابخونه میکشونه. سارا که حسابی تعجب کرده بود از وجود اون اتاق مخفی، در موردش از پدرش سوال میکنه که دان هم توضیح میده این یک پناهگاه برای مواقع بمباران در زمان جنگ بوده که صابخونه قبلی ساختتش. بعد از انتقال جعبه به اتاق مخفی، دان از دخترش میپرسه که در مورد این اتاق چه فکری میکنه که سارا هم جواب میده این اتاق خیلی ترسناکه چون هیچ پنجره‌ای نداره. دان هم با تمسخر میگه خیلی بد شد خوشت نیومد چون قراره باقی عمرتو اینجا بمونی و یک دفعه در اتاق روی دخترش میبنده. سارا وحشت زده و گریون هرچی التماس میکنه بذاره بیاد بیرون، دان در کمال بیرحمی توجهی نمیکنه و میذاره میره. سارا اتاقو یه براندازی میکنه، اتاقی که فقط یک سینک و یک دوش داره. بعدش هم جعبه‌ای که با پدرش آورده بودن اونجا رو باز میکنه و میبینه که لباسها و وسایل شخصی خودش داخل اونه. هرچی میگذره بیشتر و بیشتر وحشت میکنه. یه بار دیگه سعی میکنه با داد و فریاد کمک بخواد، اما بیفایده بود و هیچ کس صداشو نمیشنوه. پدرش کتابخونه رو هل میده سر جاش و در اتاق رو مجددا مخفی میکنه. درب این اتاق از داخل و بیرون با وارد کردن یک پسورد باز میشه. سارا با عجله پسورد در رو 3 بار اشتباه میزنه و این باعث میشه که برق اتاق به طور کلی قطع بشه. در نتیجه چراغ‌ها خاموش میشن و فن تهویه هوا هم از کار میفته. دان که خیالش راحت شده بود سارا رو حبس کرده، به طبقه بالا برمیگرده. با تاریک شدن هوا، آیرن مادر سارا حسابی نگران شده که هنوز سارا خونه نیومده. خواهر سارا به اون میگه احتمالاً خونه دوستشه و نگرانش
نباشه. اما آیرن که هیچ جوره دلش آروم نمیگیره به پلیس زنگ میزنه. روزها پشت سر هم میگذرن و سارا کماکان اسیر پدرش تو اون اتاق بی در و پنجره شده. در روز 4 اسارت پدرش بالاخره تصمیم میگیره بیاد و یه سری به سارا بزنه. سارا که میشنوه بابای الدنگش داره میاد، پشت یکی از ستونا قایم میشه و به محض وارد شدن دان غافلگیرانه باباشو هل میده و موفق میشه از در بیرون بره. اما متاسفانه بیرون درب دوم که اون هم پسورد میخواست گیر میفته. شروع به داد و فریاد میکنه بلکه مادرش بشنوه، اما دان میگه خودتو هلاکم کنی کسی صداتو اینجا نمیشنوه. بعدش هم مردک الدنگ از موهای سارا میگیره و اونو کشون داخل اتاق پرت میکنه. سارا با گریه میگه که تو نمیتونی این کارو با من بکنی، اینجا هیچ وسیله‌ای نداره، حتی نمیتونم درست نفس بکشم. دان هم برای سارا توضیح میده که اگر پسورد و اشتباه بزنه برق قطع میشه و تهویه هوا از کار میفته و اکسیژن کم میاره، پس به نفعش زرنگ بازی در نیاره و به فکر فرارم نیفته. سارا ازش میپرسه چرا داری این کارو با من میکنی؟ دان جواب میده که این نتیجه اعمال خودت و بی احترامی هاییه که در طی این سالها به من کردی. بعدش هم برای دختر بیچاره خط و نشون میکشه که از این به بعد هم همون یه لقمه غذا و وسایل ضروری هم فقط در صورتی بهت میدم که بیچون و چرا از من اطاعت کنی و دختر خوبی باشی. بعدم از سارا میپرسه که درسشو یاد گرفته یا نه، که سارا بهش بی محلی میکنه و باعث میشه دان رد بده. یه سیلی محکم بهش میزنه و بعد هم با سنگدلی تمام با سارا به زور خاک بر سری میکنه. در همین حین یک مأمور پلیس به خونه اونا اومده بود و داشت با مادر و خواهر سارا صحبت میکرد. پلیس بهشون میگه از اونجایی که سارا 18 ساله شده اختیار خودشو داره و هر جایی ممکنه رفته باشه. اما آیرن توضیح میده که سارا اصلا همچین دختری نیست که بدون خداحافظی بذاره بره. پلیس در مورد دوستا و دوست پسر سارا میپرسه که خواهرش جواب میده هیچ کس ازش هیچ خبری نداره. بعد از این همه سوال و جواب دان از راه میرسه و برای ردگم کنی به پلیس میگه که یه سری از وسایل‌های شخصی سارا مثل لباسا و کفشاش گم شده و اینکه اون برنامه سفر داشته و از این حرفا. در نهایت پلیس میگه گزارش گم شدن سارا رو رد کرده، ولی چون هیچ سر نخی وجود نداره کار بیشتری ازشون بر نمیاد. یک روز در حالی که دان داشت حیاط خونه‌شون رو چمنزنی میکرد، دوست پسر سارا میادش و خبر از سارا میگیره. دان نامرد همون دروغایی که به پلیس گفته بود و به کریس هم میگه، اینکه سارا بدون خبر با یه پسر گذاشته رفته و برای خودشون دارن تو کشور سفر میکنن. کریس هم که فکر میکنه سارا با یه پسر دیگه بهش خیانت کرده، عصبی سوار موتورش میشه و میذاره میره. در 21مین روز اسارت دان به مناسبت تولد سارا یه صندلی تاشو و یه کیک کوچیک میاره. بعدم به سارا دستور میده که لباس قرمزشو بپوشه. سارا به حرفش گوش میکنه و دان به سارا میگه که حالا میتونه یه چیزی ازش بخواد، که سارا میگه بذار از اینجا برم. دان در جوابش میگه هنوز برای این کار زوده، که سارا تقاضای تلویزیون میکنه ازش و دان ناکس مجددا جواب میده برای به دست آوردن تلویزیون باید خیلی بیشتر از اینا تلاش کنی. در نهایت سارا 1 ساعت درخواست میکنه تا حداقل متوجه گذشت زمان تو اون خراب شده بشه و دان با ساعت موافقت میکنه. در اینجا میبینیم که وقتی سارا دان رو پدر خطاب میکنه، دان کلی عصبی میشه و بهش دستور میده که به من نگو پدر، منو دان صدا کن. در روز 38 اسارت دان به سارا چند تا کنسرو میده. سارا با دیدن اونا به این فکر میفته که با درب تیز قوطی کنسروا یه تیزی دستساز بسازه. وقتی پدرش وارد اتاق میشه میبینه سارا از قبل لباس قرمزشو پوشیده. وقتی به سارا نزدیک میشه، سارا تلاش میکنه با تیزی دستساز خودش به اون حمله کنه، ولی دان که زورش خیلی بیشتر بود راحت سارا رو خلع سلاح میکنه. بعدم سارا رو پرت میکنه اون طرف و به بهونه ادب کردنش به طرز وحشیانه‌ای مجددا باهاش داستان میکنه. حالا 1 سال از اسارت سارا گذشته و سارا بچه اولش رو حامل است. یک روز وقتی سارا داره زمین آب و جارو میکنه، وقتش میرسه و به کمک کتاب بارداری که در اختیار داره میشینه کف اتاق و اولین بچه خودشو تنها به دنیا میاره و اسمشو ماری میذاره. وقتی دان میفهمه سارا زایمان کرده، بهش میگه که مادر شدن به زندگیش هدف میده و کلی از این اراجیف تحویلش میده. حالا سارا یه بچه داره که تو زیر زمین باید بزرگش کنه، که حتی فکر کردن بهش هم دردناکه. 4 سال از اسارت سارا میگذره. در 4مین سال سارا دوباره باردار میشه، ولی خیلی نگرانه که یه بچه دیگه تو این وضعیت اسفناک به دنیا بیاره. برای همین تلاش میکنه دان رو راضی کنه که از اون خراب شده بیرون بره، ولی دان با عصبانیت مخالف
مخالفت میکنه و بعدش هم دان میره بالا تا برای شام به زن و اون یکی دخترش که اسمش ایمی هست در طبقه بالا بپیونده. ایمی به خاطر اینکه دان تو محل کارش ترفیع رتبه گرفته به پدرش تبریک میگه. همین موقع آیرن به دان میگه حالا که درآمدت بیشتر شده آیا امکانش هست که یه کاراگاه خصوصی استخدام کنیم تا دنبال سارا بگرده؟ که دان با جدیت نمیگه و اینکه دیگه حاضر نیست هیچ پولی رو برای گشتن دنبال سارا حروم کنه. آیرن با گریه داد میزنه که هیچ وقت از گشتن دنبال دخترش دست نمیکشه و براش مهم نیست که چقدر خرج برمیداره. مادر بیچاره خبر نداره که دخترش سارا تو زیرزمین همون خونه دومین بچه خودش رو بارداره. همون شب دان به عنوان هدیه کریسمس یه تلویزیون برای سارا و بچهش ماری میبره. در سال 7 اسارت، در حالی که سارا دومین بچه خودش رو به دنیا آورده و داره بزرگ میکنه، سارا از دان میخواد که چند تا دارو برای ماری بیاره که دان نادون هم میره و داروی بزرگسالان براشون میاره. این قضیه سارا رو ناراحت میکنه. سارا به دان میگه دادن داروی مخصوص بزرگسالان به اون بچه کار درستی نیست و ممکنه دختر بیچاره مسموم بشه. ولی دان ذره‌ای اهمیت نمیده و میگه تو مادرشی، خودت مراقبت کن ازش تا خوب بشه. سارا التماس میکنه که ماری نیاز به دکتر داره، اما دان هیچ توجهی نمیکنه و طبق معمول با بی‌توجهی میذاره میره. چند روز بعد کریس به خونه سارا سری میزنه تا شاید خبری از سارا شده باشه. بیرون خونه خواهر سارا یعنی ایمی رو میبینه و در مورد سارا میپرسه. طبیعتا ایمی هم میگه هنوز هیچ خبری از سارا نشده، اما بعدش کریس در مورد حرفایی که پدرشون دان در مورد فرار سارا با یه پسر دیگه گفته بود برای ایمی تعریف میکنه و ایمی از این همه مزخرف و دروغای شاخداری که باباش به دوست پسر سارا گفته بود حسابی تعجب میکنه. سارا برای سومین بار حامله شده. دخترش ماری داشت آواز میخوند و بهونه میگرفت که خسته شده و میخواد از اونجا با پدرش دان بیرون بره. دلش میخواد بره پارکای واقعی بازی کنه، دوستای واقعی پیدا کنه و از این صحبتا. سارا که دلش برای دخترش کباب شده بود نمیدونست چی باید جوابشو بده که در نهایت دخترش قهر میکنه و میره گوشه اتاق و زانوی غم بغل میگیره. تو همین روزا بود که کریس متوجه میشه دان در مورد فرار سارا دروغ گفته و این باعث میشه کلا به ماجرا شک کنه. از ایمی میپرسه که فکر میکنه واقعا چه اتفاقی برای خواهرش سارا افتاده. ایمی جواب میده که دوست داره تصور کنه خواهرش یه جایی داره با خوشحالی زندگی میکنه، ولی آخرش اعتراف میکنه که بعضی وقتا این فکر به مغزش خطور میکنه که پدرشون دان یه بلایی سر سارا آورده، چون دست بزن داره و قبلا هم روی مادرشون دست بلند کرده بود که به همین خاطر مادرشون 2 روز تمام در بیمارستان بستری شده. بعد از اینکه دروغای دان لو میره، آیرن مادر سارا برای شوهرش قاطی میکنه و بهش میگه برای چی به کریس اون همه دروغ گفته و داشته روی این قضیه سرپوش میذاشته. دان هم جواب میده که کریس یه پسر لاابالی و پسته و هیچ اهمیتی نداره که بهش دروغ یا راست گفته و اینکه معتقده کریس دخترشون سارا رو داشته از راه به در میکرده. که یک دفعه ایمی دیگه نمیتونه خودش رو کنترل کنه و با عصبانیت تمام به باباش میگه اگه بلایی سر سارا آورده و از چیزی خبر داره همین الان بگه، که دان هم کلن کتمان و مظلوم نمایی میکنه. آیرن از کوره در میره، ولی در حالی که داد و فریاد میزد سر دان بهش میگه که یک کاراگاه خصوصی استخدام میکنه و دیگه هیچ اهمیتی نمیده که نظر دان چیه و چه فکری میکنه. چند لحظه بعد آیرن آروم میشه و دان میره دنبالش و در همین زمان ایمی متوجه میشه که پدرش دست کلیدهاشو روی کاناپه جا گذاشته. سری کلیدها رو برمیداره و به زیر زمین میره، بی خبر از اینکه خواهر بیچارش با 2 تا بچه قد و نیم قد و یه بچه توی شکمش پشت کتابخونه توی زندان پدرشون حبس شده. ایمی زیر زمین رو میگشت در حالی که خواهر بیچارش سارا در حال زایمان سومین بچهش بود. در همین زمان سر و کله دان پیدا میشه و با عصبانیت کلیدها رو از ایمی میگیره و بهش میگه که بره گم شه. برای سومین بار سارا زایمان میکنه و اسم بچه آخرش رو توماس میذاره. سارا سعی میکنه با دان در مورد این موضوع صحبت کنه که این پایین برای 4 نفر فضا نیست و ازش میخواد که توماس رو ببره بالا پیش خودشون نگهداری کنه و اینطوری سارا هم میتونه وقت بیشتری رو به دان اختصاص بده. دان بیشرف هم خر میشه و قبول میکنه. دان توماس رو برمیداره و میذاره داخل یک سبد و بعد هم اونو جلوی در خونه‌شون میذاره به همراه یک یادداشت از سارا که داخلش نوشته شده بود امیدواره از پسر کوچولوش توماس مراقبت کنن. وقتی آیرن بچه رو پیدا میکنه متوجه نمیشه که زیر اون یک یادداشت کوچکتری هم هست. آیرن میره دان رو صدا میکنه و بهش میگه این بچه ساراست. دان هم جوری نقش بازی میکنه که گویا از هیچی خبر نداره. وقتی آیرن توماس رو داخل میبره، دان یادداشت کوچیکتر جا مونده رو برمیداره و میخونه و بعدم با عصبانیت تمام به زیر زمین میره. به سارا میگه یادداشت جاساز کردهشو پیدا کرده. متن یادداشت کوچیکتر این بود:
مامان من تو زیرزمین اسیر شدم، به پلیس زنگ بزن. دان یادداشت و مچاله و به سمت سارا پرت میکنه. بعدم به سارا دستور میده که بره لباس قرمزش رو بپوشه و اینکه هنوز هیچی از درساش یاد نگرفته. بعد از 14 سال تمام اسارت در زیر زمین، سارا مجددا حامل است. یه روز ماری دختر سارا که حالا بزرگ شده و خانومی شده برای خودش، یه مقداری میکاپ میکنه. وقتی سارا نگاش به دان میفته و میبینه که داره نگاه بد میکنه به ماری، سری پیش دان میره و بهش میگه حق نداره نزدیک ماری بشه و بعد هم پیش ماری برمیگرده. دان از این حرف خیلی بدش میاد و برای همینم موقع رفتن برای اینکه اذیتشون کنه برق اتاق رو قطع میکنه. بدون برق سیستم تهویه هوا از کار میفته و در نتیجه ماری که مشکل تنفسی پیدا کرده به خاطر زندگی تو اون زیرزمین کوفتی به نفس میفته. برای همینم مجبور میشن اون شب و کنار دریچه هوا بگذرونن تا ماری بتونه یکم راحت‌تر نفس بکشه. ماری با ناراحتی و بغض به مادرش سارا میگه هیچ دوستی نداره و نگران اینه که تا آخر عمرش تو این زیرزمین تنها بمونه. سارا به ماری دلداری میده و میگه همه چیزو درست میکنم. اینجا بود که ماری از سارا پرسید چطور با آدم مزخرفی مثل دان آشنا شده. سارا هم جواب داد تمام طول زندگیش دان رو میشناخته. ماری به سارا میگه وقتی از زیرزمین نجات پیدا کردن از دان طلاق بگیره. دختر بیچاره هیچی از حقیقت ماجرا نمیدونه. سارا در 17مین سال اسارت یه بار دیگه حامله میشه. آیرن در خونه به توماس که حالا حسابی بزرگ شده میگه چقدر دلش برای سارا تنگ شده. همین وقت توماس از مادر بزرگش آیرن میپرسه که مادرش سارا چطور آدمی بوده، که آیرن میگه مادرش یه زن فوق‌العاده و مهربون بوده. یه روز که حسابی بارون میبارید، سقف زیرزمین نشتی میده و سارا سعی میکنه با یه قاشق سقف رو سوراخ کنه. موفق میشه و یه سوراخ بزرگ میکنه و به دریچه فاضلاب میرسه. بعد هم سعی میکنه با یک چراغ قوه‌ای که دارن از اون حفره به بیرون علامت بده که بلکه یکی ببینه و بیاد سراغشون و نجات پیدا کنن. مردی که از اونجا عبور میکنه نور چراغ رو اتفاقی میبینه. یعنی سارا میتونه نجات پیدا کنه؟ باید بگم نه. متاسفانه مرد مستقیم میره پیش دان و بهش اطلاع میده که کسی نزدیک خونه‌شون داره برای کسای دیگه‌ای سیگنال میفرسته و این قضیه خیلی مشکوکه و دان باید رسیدگی کنه. دان با عصبانیت به زیر زمین میره و سارای بیچاره رو شدیداً کتک میزنه. دختر سارا یعنی ماریو برادر کوچیکترش مایکل شاهد وحشیگری دان هستن. وقتی که دان میره سارا خونریزی میکنه و زایمان دردناکی رو پشت سر میذاره و نوزادش مرده به دنیا میاد. دان وقتی برمیگرده جسد نوزاد رو برمیداره تا ببره بیرون و دفنش کنه. در 18مین سال اسارت ماریو و مایکل دیگه صبرشون لبریز میشه و به دان میگن که میخوان از این خراب شده بیرون برن. دان نامرد هم جواب میده که این قضیه به مادرشون سارا بستگی داره که یاد بگیره درست رفتار کنه. وقتی دان رفت ماریو و مایکل ناراحتی خودشون رو سر مادرشون سارا خالی میکنن و اونو مقصر میدونن و سرزنش میکنن که به خاطر مادرشون نمیتونن از اون زیرزمین خارج بشن. سارا هم سعی میکنه بچه‌هاشو متوجه این قضیه بکنه که فقط قصد محافظت از اونها رو داره، اما بچه‌ها فقط داد و فریاد میکنن و ادامه میدن و به تنها چیزی که میتونن فکر کنن بیرون رفتن از اون زیرزمین کوفتیه. سارای بیچاره که فقط تحمل میکرد یهو عصبانی میشه و شروع میکنه به پرت کردن و شکستن وسایل و بچه‌ها با تعجب مادرشون رو تماشا میکنن. سارا خسته و کوفته اما امیدوار روی زمین دراز میکشه. به هیچی نمیتونه فکر کنه جز خاطرات شیرین و روزهای خوبی که با کریس داشت و یک عمر زندگی که توسط پدر خودش دزدیده و نابود شده بود. ماریا و مایکل با دیدن حال زار و خراب مادرشون احساس گناه میکنن و خودجو شروع به مرتب کردن ریخت و پاش‌ها میکنن. سارا که تو حال خودش نبود زیر لب چیزهایی رو زمزمه میکنه. در همین حین اسم خواهرش ایمی رو میاره. وقتی بچه‌ها میپرسن ایمی کیه، سارا اعتراف میکنه که همه واقعیت رو هیچ وقت به اونها نگفته. بعد هم داستان غم انگیز خودش رو برای اونها تعریف میکنه و میگه چند سال پیش طبقه بالای همین خونه زندگی میکرده کنار خواهر و مادر و پدرش و داستان رو ادامه میده و تعریف میکنه که چطور پدر نامردش دان فریبش داد و اونو داخل این اتاقک زیر زمین حبس کرد. وقتی ماری و مایکل اصل داستان رو میفهمن و هویت واقعی دان رو میشناسن خیلی ناراحت میشن، در این حد که ماری دچار حمله عصبی میشه و نفسش به شماره میفته. وقتی سارا و مایکل اونو میبرن نزدیک دریچه هوا تا بتونه نفس بکشه، مایکل از مادرش میپرسه
میپرسه مگه مشکل ما چیه که همچین بلایی داره سرمون میاره، که سارا جواب میده مشکل از ما نیست، اون دانه که مشکل داره. و حالا سال 19 اسارته. یه روز که دان به همراه مقدار کمی مواد غذایی به زیر زمین میاد، سارا پا میشه و به دان اعتراض میکنه که چطوری باید این غذای کم و جیره بندی کنن. اما دان فقط توهین و تمسخر میکنه. این قضیه مایکل رو حسابی عصبی میکنه و مایکل سر جان داد میزنه و میگه با مادر من درست صحبت کن. اما دان حالت تمسخر به مایکل میگه تو ضعیفی و هیچ کاری ازت بر نمیاد. مایکل بدون لحظه ای درنگ به دان حمله میکنه و با دان درگیر میشه، ولی خب زور اون به دان نمیرسه و در نهایت نمیتونه کاری از پیش ببره. سارا اونا رو از هم جدا میکنه و سعی میکنه آرومشون کنه که دان نامرد مثل همیشه میره و برق و قطع میکنه تا اذیتشون کنه. روزها میگذره تا اینکه دان از محل کارش اخراج میشه و از نظر مالی به شدت به مشکل میخورن. برای همینم دان و زنش آیرن سر مسائل مالی مدام با هم بحث میکنن. یه شب که دان حسابی رد داده بود، تصمیم کثیفی میگیره. یه شلنگ سر اگزوز ماشینش میندازه و سر دیگه یه شلنگ رو وارد دریچه هوای زیرزمین میکنه تا با روشن کردن ماشینش و ورود دود اگزوز ماشین به زیر زمین اون بیچاره ها رو سر به نیست کنه. ماشینش رو روشن کرده بود و منتظر نشسته بود که سر و کله توماس پیدا شد و به همین خاطر دان مجبور شد ماشین رو خاموش کنه. بعد از رفتن توماس، دان سریع به زیر زمین رفت که سارا و بچه‌هاشو چک کنه. وقتی که دید حالشون خوبه، خیالش راحت شد. رسیدیم به 20مین سال اسارت. درست شنیدی، 20 سال لعنتی که حتی اسمش هم ترسناکه. یکی از روزا دختر سارا دچار حمله عصبی شدیدی میشه و به زور نفس میکشه که بعد از لحظاتی سر و کله دان پیدا میشه. سارا با التماس ازش خواهش میکنه برسونتش به بیمارستان، که اولش دان شدیداً مخالفت میکنه ولی در نهایت سارا میتونه متقاعدش کنه. در حالی که مایکل رو داخل زیرزمین رها میکنن، سارا به همراه دان ماری رو به بیمارستان میرسونن. دکتر بعد از معاینه میگه وضعیت ماری خیلی وخیمه. موقعی که دکتر با دان در رابطه با سابقه پزشکی ماری صحبت میکنه، سارا از ترس ساکت میمونه و تمام مدت به ساعت خیره میشه. سارا روی کاغذ فرم بیمارستانی که داشت اطلاعات ماری رو وارد میکرد از قصد آب میریزه. بعد از دان خواهش میکنه که بره و یه فرم دیگه بیاره. سارا از این فرصت که به وجود اومده بود سریع استفاده کرد و خودش رو به یه دکتر رسوند و ملتمسانه از اون کمک گرفت، که در نهایت منجر به دستگیری دان شد و این هیولای بیرحم گوشه الافتونی افتاد. خوشبختانه ماری نجات پیدا میکنه و وقتی به هوش میاد، سارا بهش میگه بالاخره آزاد شدیم. وقتی به خونه برمیگردن، پلیس میاد و سری مایکل رو که داشت از کمبود اکسیژن خفه میشد رو نجات میده. در آخر 3 خواهر و برادر سرانجام به هم میرسن و در حالی که سارا، ایمی و مادر بزرگ آیرن بچه‌ها رو از ایوون خونه تماشا میکردن و همگی لبخند به لب داشتن، کریس از راه میرسه و بعد از سالها دوری، سارا و عشقش کریس با هم صحبت میکنن و در حین این صحبت کریس از صمیم قلب عذرخواهی میکنه که داستان دروغین دان رو باور کرده و دنبال سارا نگشته. با این حال سارا که تو چشماش اشک حلقه زده بود، به کریس میگه تو این 20 سال اسارت، تو اون روزهای سیاه و پر درد و رنج، هیچ روزی نبوده که به کریس فکر نکنه. و بعد هم کریس یه کلاه ایمنی به سارا میده و بعد از 20 سال لعنتی یه بار دیگه سارا و کریس به هم میرسن و میزنن به دل جاده. این فیلم همون جور که گفتم بر اساس داستان واقعی بود و این تصویری که میبینید تصویر واقعی شخصیت هاست. مرسی که تا پایان این ویدیو هم همراه هم بودی. با لایک کردن ویدیو به من انرژی بده و اگه هنوز سابسکرایب نکردی، یه تقه ریز روی اون سابسکرایب بزن و دکمه زنگوله کنارش رو هم بمالون که به محض آپلود فیلم های جدید مطلع بشی. خیلی شاکر خاطرونم و تا یه ویدیو و فیلم دیگه، بدرود.